به نام خدا، با سلام خدمت دوستان عزیز. لکسیون 7 نمونه شروع میکنیم با عنوان کاین oder نیشت. کجا از کاین استفاده کنیم و کجا از نیشت استفاده کنیم. این سوالی بود که خیلی از دوستان پرسیده بودن. امروز میخوایم در مورد این یک مقدار توضیح بدم که کجا از کاین و کجا از نیشت استفاده کنیم. معمولا اگر ما صفت داشته باشیم از نیشت استفاده میکنیم و اگر اسم داشته باشیم از کاین استفاده میکنیم که اینجا با رنگ‌های قرمز آبی براتون مشخص کردم. در پایین چند تا مثال آوردم، چند تا جمله هست که از این دوتا استفاده کردیم که براتون میخونم تا بهتر متوجه بشیم. در اینجا اسیس نیشت تویا، یعنی اون گرون نیست. خب تویا گران خودش یک صفت هست و ما از نیشت استفاده میکنیم. در جمله بعدی ایشهاب کاین سایت خودش اسم هست و ما از کاین استفاده میکنیم که من وقت ندارم. هست تو فیل گلد. در این جمله ما قید دو صفت داریم با اسم. خب که اینجا گلد داریم ولی اینجا فیل داریم، پس ما میگیم هست تو فیل گلد. پرسیده میگیم ناین شهاب نیشت فیل گلد. خب چرا نیشت شده؟ به خاطر این فیل هست که اینجا قرمز رنگش کردن. یک وقت بعضی از دوستان میگن خب اینجا گلد هست، باید بگید شهاب کاین گلد. اگر این فیل نمی داشتیم ما میتونستیم بگیم شهاب کاین گلد، چون فیل اومده باید بگیم شهاب نیشت فیل گلد. خب در پایین مثال دیگه برای سایت هست که اونجا همراه قید است. هست تو گنوک سایت. تو به اندازه کافی وقت داریم. گنوک کافی هست، حالا بعدش سایت هست. پس ما اینجا میگیم ناین شهاب نیشت گنوک سایت. اینجا هم از نیشت استفاده میکنیم. این دوتا مثال بود. یکی از جای دیگه که ما میتونیم از نیشت استفاده کنیم برای منفی کردن جمله هست که ما میتونیم اونجا از نیشت استفاده کنیم، مثل اشهاب دیش نیشت که ذهن من تو رو ندیدم که اینجا از نیشت استفاده کردیم و شمشت نیشت ناخوزه که من نمیخوام به طرف خونه برم. اینجا هم از نیشت ما میتونیم استفاده کنیم. خب در جمله پایینی مشتست تو آینن کافی. در مورد آینه ما داریم آینه چی بود؟ صفت آرتیکل نامشخص بود که ما آرتیکل مشخص داشتیم، آرتیکل نامشخص. پس معمولا چی آرتیکل داره؟ اسامی آرتیکل داره. پس اگر ما داشتیم آین یا آینه، پس ما میفهمیم که اون کلمه بعد ما اسم هست. وقتی اسم باشه ما از کاینه استفاده میکنیم، چه آین بود چه آینه بود. اینجا میبینید مشتست تو آینن کافی. خب آینن کافی که هستش کافی اسمه، آینن هم که هست آرتیکل نامشخصش هست. جوابش میگیم ناین اش مشته کاینن کافی. خب پس امیدوارم که این درس متوجه شده باشیم. یک بار دیگه خلاصش میکنم که کاین یا نیشت، اگر صفت داشتیم میگیم نیشت استفاده میکنیم، اگر اسم بود از کاین استفاده میکنیم. و جای دیگه ای که از نیشت استفاده میکنیم برای منفی کردن جمله هست که مثال زدم در اینجا. اشهاب دیش نیشت که ذهن اگر آرتیکل نامشخص داشتیم، آینه و آینه داشتیم، هم از
کاینه استفاده میکنیم، چون آرتیکل نامشخص معمولا برای اسامی استفاده میشه و برای صفت نیست. امیدوارم که این درس مفید بوده باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا درس بعد.